میلیارد پول. حالا یه مش دزد اومدن اینو از ما زدن. خب وثیقه و راندخاری و چه میدونم یه وثیقه 200 تومانی داره 10 میلیارد وام میگیره. چقدر؟ 10 میلیارد. اینکه شما دور میزنید دلیل نمیشه که ما دور زدن بلد نیستیم. می‌خواستیم یه پول قلمبه رو از یه سری راندخوار بکنیم. یه وام قانونی بوده، ما هم رفتیم گرفتیم. من به یه چیزای عقیده دارم، خدا خیلی دوست داره. مال خودت چیکار کنی؟ بریزم به همون حساب قبلی؟ نه، یه شماره حساب جدید بهت میدم، بریز به اون. خط ویژه. دیگه چیزی ندارم بگم. بعد فرق من و تو چیه؟ اون دیگه باید خط ویژه رو ببینی تا بفهمی. من فیلم خط ویژه رو به این خاطر دوست دارم و به این خاطر تیتراژش خوندم. برای چی میخواین برین فیلم خط ویژه رو ببینین؟ برای اینکه حرف دل مردم رو میزنه. حرف دل. آقا موجودیت فقط 3000 تومان. آقا اشتباه میکنی، باید 10 میلیارد و 3000 تومان بشه. چقدر حاضرین مجدگانی بدی پولتون رو؟ مجدگانی واسه کسی که پول از تو جوب پیدا کرده. چرا خیلی مطمئنه. میگه پول مال ماست، اگه پول ندیم بلا میرم سر. در مورد دغدغه‌های امروز این سرزمین داره صحبت میکنه. من فقط تو خط ویژه چرا یه بار رد شدم. مال جووناست. جوانی الان خیلی چیزا رو خوب میفهمن. نریم ببینین بریم ببینین، دیگه باهاتون حرف نمیزنم. بازم میرم. من که 10 بار دیدم بازم میرم میبینم. شما هم ببینید. خط ویژه، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران.